برادر عزیز، من گفتم که کسانی که امروز فکر خوارج رو دارن در افغانستان توسط یهود و نصارا استفاده میشن بر علیه مسلمانان. آیا این حرف من خلاف واقعیت است؟ مثلا مولوی صاحب مجیب الرحمن انصاری در طول 20 سال جمهوریت در لیست سیاه آمریکا بود. امروز شما اسم مولوی مجیب الرحمن انصاری رو در فیسبوک به تنهایی بنویسید، فیسبوک صفحه شما رو بلاک میکنه. چرا؟ چون که مولوی مجیب الرحمن انصاری در لیست سیاه آمریکا بود. بارها از طرف ناتو، از طرف حکومت اشرف غنی امر دستگیریش، امر زندان شدنش، ترور شدنش صادر شد. ایران در طول 30 سال تقریبا سعی و تلاش کرد که ایشان را ترور بکند، از بین ببرد. یک داعشی احمق آمد، خودش رو منفجر کرد، ایشان را به شهادت رساند. الله متعال شهادتش را قبول بکنه. الان شما به عنوان یک مسلمان برای ما بگوین که از شهادت مولوی مجیب الرحمن انصاری کی استفاده کرد؟ روافض یا کسی که مولوی صاحب انصاری نزد من یک مسلمان بود. مولوی صاحب انصاری، ببینید مولوی صاحب انصاری از کودکی، از سن 16 سالگی که امامت و خطابت رو شروع کرد تا وقتی که به شهادت رسید دیسکو نرفته، سینما نرفته. والله قسم است من با او زندگی کردم. یک روز به خاطر سیل و چکر با زن و بچه خود جای تا یک پارک نرفته. این انسان رو یک جوان داعشی میایه به شهادت میرسانه، بعد میگه الله اکبر من یک مرتد را کشتم. آیا این جوان داعشی فریب یهود و نصارا را نخورده؟ فریب دشمنان اسلام را نخورده؟ اونها میگه ما دلیل داریم انصاری با طاغوت حکومت طالبان حکومت کفری است، میگه با طالبان بیعت کرد چون حکومت خب یک لحظه برادر عزیز، طالبان حکومت طاغوت است، پس حکومت اشرف غنی حکومت چی بود؟ حکومت طاغوت بود. ها چرا یک لحظه برادر، یک لحظه. همین داعشیا در زمان کرزی چند نفر وزیر کرزی ترور کردن؟ نه نمیدانم نیست برادر، نمیدانم نیست، جواب بدید. همین داعشیا در زمان حکومت کرزی چند تا وزیر، چند تا جنرال امریکایی یا دولتی را کشتن؟ برهانالدین ربانی را کی مردار کرد؟ او را خود طالبا زدن برادر عزیز. او را خود طالبا خودشان اعلان کردن. طالبا اعلان کردن که ما زدیم، داعشی ها نزدن. یک لحظه. ثانیاً من از شما سوال واضح پرسیدم، چند جنرال امریکایی یا افغانی را، چند وزیر کابینه کرزی یا اشرف غنی را همین داعشی ها کشتن؟ اینها یهود و نصارا را سربازای اردوی کفری افغانستان سینه خود سپر کرده بود. اینا نمیذاشت که با اونا بجنگن. برادر عزیز امی طالبا گوش کن برادر عزیز، امی طالبا خب به صدها عسکر امریکایی را کشتن. شما یک داعشی را نشان بدید که در افغانستان یک آخوند شیعه را کشته باشه، یک یهودی را کشته باشه، یک نصرانی را کشته باشه. غیر از علمای مسلمان دیگه کی را کشتن؟ آیا مبشر مسلمیار کافر بود؟ یک لحظه. آیا مبشر مسلمیار کافر بود؟ آیا ایاز نیازی کافر بود؟ آیا مجیب الرحمن انصاری کافر بود؟ خودشان رسما اعلان کردن، مسئولیتش به عهده گرفتن. برادر شما در کجا زندگی میکنید؟ از اخبار خبر هستید یا نیستید؟ همین استاد نیازی که کفرش ثابت شد، این که میگه با اشرف غنی بیاین رای بدین، میگه با حکومت کشور طاغوت با حکومت طاغوت کفری میگه بیاین رای بدین، ویدیوهایش میبینه با وحدانیت. خب الان برادر عزیز همین الان شما برادر عزیز شما خودتان در آلمان زندگی میکنید، شما آلمان نشان میده. شما که در آلمان زندگی میکنید، در آلمان هستین، بلژیک هستین، هلند هستین، در اروپا هستید. آیا زندگی کردن شما در اروپا طبق شریعت اسلام جایز است؟ خیر، اگر افغانستان بریم با اسم سلفی طالبان سر ما را میبره. نمیبره برادر. نه نمیبره. همین حرف نزنین. امروز هزاران سلفی در افغانستان زندگی میکنن. برادر عزیز برید در سعودی زندگی بکنید، برید در کویت زندگی بکنید، برید در امارات زندگی بکنید. شما که اینقدر مسلمان سوچه هستید برادر، شما که ایاز نیازی را طاغوت میگید، شما که مولوی مجیب الرحمن را طاغوت میگین، شما که مبشر مسلمیان را طاغوت میگین، شما که پاسپورت یک کشور اروپایی را در سر جیب خود گذاشتین، زیر بیرق کفر، زیر بیرق صلیب زندگی میکنین، شما مسلمان ناب هستین؟ برای من یک آیت برادر عزیز، یک لحظه برادر، یک آیه از قرآن، یک لحظه حرف بزنید.
یک آیه از قرآن، یک سنت، یک دلیل از پیامبر صلی الله علیه و سلم بیارید که زندگی کردن شما امروز در اروپا جایز است. بفرمایید. سبحان الله سبحان الله. یک کشور اسلامی نشان بده ولی ما بگو که حکومتش اسلامی است. حکومت عربستان حکومت مدخلی، حکومت منظور یهود و نصارا با می باور عقیده که ما دارم در عربستان سعودی برم امی حکومت کفری دولت عربستان سعودی سر مرا میزنه نمیزنه برادر محترم. یک لحظه نه قدم به قدم پیش بریم. شما یک سوال میپرسم. شما در کشور کفری زندگی بکنید بهتر است از نگاه شریعت و اسلام یا در کشوری که نوکر کفار است؟ کدامش بهتر است؟ از این که زیر دوست طالبا زندگی کنی حکومت کفری به خاطر پیشتر گفتی طالبا شما را اگر میگه که مثل سلفی نماز نخوان آمین نگو پایتان فاصله نتی بطبق مایل طالبا، اما در انگلیس ما زندگی میکنیم یک انگلیسی با من نگفته چه خودم نماز بخوام. خب شما دارید، چون که ببینید شما با این فکرتان دارید به انگلیس خدمت میکنید، به خاطر همین به شما کاری نداره. شما یک دلیل برادر، یک دلیل ما الان از شما یک لحظه ما میخوایم با شما بحث علمی بکنیم، درست است برادر؟ شما به عنوان یک کسی که ما وقت میتون به شما شما یک دلیل از قرآن بدون احساسات، بدون عواطف و احساسات، یک دلیل از قرآن، یک دلیل از سنت بیارید که امروز زندگی شما در کشور غرب جایز است. میدونم که مسلمانان نباید در کشور غرب چرا زندگی میکنی؟ برادر مسلمان، از برای خدا این همه کشورهای اسلامی است، شما میری در اروپا زندگی میکنی میگی کل مسلمان ها مرتد هستن. زندگی کردن یک لحظه حکومت نظام کلش مزدور ببینید این سلسله است. امی حکومت عربستان سعودی رو مردم سعودی قبول دارن، هیچ کس هم مخالفت نکرده. نظرتان در مورد یک لحظه امی حکومت سعودی را حدود 20-25 میلیون جمعیت سعودی قبول داره، غیر از تعداد اندکی از علما که اونم نه اینکه قبول نداشته باشن. شما یکی از علمایی که امروز در سعودی زندان هستن یک حرفی از اونا بیارید که گفته باشن که حکومت سعودی رو ما قبول نداریم. اونایی که در سعودی زندگی میکنن حکومت سعودی رو قبول دارن، منتها اعتراض کردن. من دفاع نمی کنم برادر از حکومت سعودی. همین مسئله در مورد طالبان همین حرف رو میزنم، در مورد حکومت کویت و قطر و بحرین و امارات و کل کشورهای اسلامی 54 کشور اسلامی همین حرف رو میزنم. الان شما مثلا در ترکیه، در سعودی، در امارات، در قطر، در بحرین عقیده خودتان را تبلیغ بکنید، عقیده توحید را تبلیغ بکنید. در 54 کشور اسلامی عقیده توحید را تبلیغ بکنید، سنت رو تبلیغ بکنید، قرآن رو تبلیغ بکنید، دوری از شرک و بدعت رو تبلیغ بکنید. کسی شما رو میبره؟ کسی شما رو میکشه؟ چرا فرار کردی رفتی در غرب نشستی بعد از اون میگی کل کشورهای اسلامی که از همه اینا طاغوت هستن؟ پس اینی که تو در زیر سایه‌اش زندگی میکنی در هلند، اینا چی هستن؟ ببین پیشتر خودت گفتی که مردمایی که در عربستان سعودی زندگی همین قسمی که مردمای در افغانستان زندگی میکنه اجازه ندارن، مکتبا بسته است، اجازه نماز خواندن در عربستان هم حکومت شما صحبت کنیم من اجازه بده حکومت طاغوتی است. به خاطر چی؟ بن سلیمان یک کافر مرتد است. این رو بگم به خاطر ازی که و اگر هر مؤمن مسلمان در افغانستان در عربستان صدای خود بلند کنه سرکوب میشه. اونجا اجازه 2000 کفر دیگه شی 2000 سربازای آمریکایی امیالی در ریاض در عربستان پایگاه داره. آیا لازم است که برادر عزیز، برادر محترم، بارها در این مورد ما صحبت کردیم. الان من از شما تا بالا 10 مرتبه شده یک سوال پرسیدم، یک آیه از قرآن، یک دلیل از سنت برای من بیار که تو به عنوان یک مسلمان برای تو جایز است که در غرب زندگی بکنی. یک کشور اسلامی نشان بده حکومت اسلامی 54 کشور اسلامی است. الحمدلله 54 کشور اسلامی است. در هر کدامش که بری شما زندگی بکنی کس به شما نمیگه بالای چشم تو ابروست. من در همین عربستان سعودی در همونجا برنامه داشتم در مورد ولا و برا. برو کست من رو بشنو که در تسجیلات یرموک به پیمانه وسیع در سوشال میدیا هم نشر شده. در مورد ولا و برا برنامه داشتم، در مورد دموکراسی برنامه داشتم. من 181 قسمت برنامه در مورد عقیده توحید من در رادیو فارسی عربستان سعودی برنامه داشتم. یک روز کسی به من نگفته که تو چرا در این مورد برنامه گذاشتی. اما سعید در یک لحظه بن سلیمان اگر تکفیر کرده باشه
باشی MBS چرا تکفیر بکنم؟ چرا تکفیر بکنم؟ من مثل شما نیستم برادر محترم، مثل شما نیستم. یک لحظه. این دوال مدخلی و مرجع است. مرجع این قسم میباشد. نه میبخشید. نه ببینید شما یک لحظه برادر محترم، گوش کن برادر عزیز. نه تاپ به دست نگیرید، مهر بگیرید، تق به پیشانی مردم بزنید که مرجع هستی، فلان هستی، مدخلی هستی. من بر علیه مدخلی ها که گفتم هر طاغوتی رو شما ولی امر میگید. من برنامه داشتم، اگر شما ندیدید برید ببینید، 5-6 قسمت برنامه داشتم در مورد همین ربیع بن هادی المدخلی که روزی که ملک سلمان باش ملاقات کرد، با هفتر ملاقات کرد، بعد از اون آمد گفت که هفتر ولی امر است، باید از او اطاعت بکنم. من برنامه گذاشتم، کلیپ و ویدیوش هم پخش کردم. ما مثل شما نیستیم، فهمیدی که حرفمان یک چیزی باشد، عملمان چیز دیگری باشد. لکن آیه 51 سوره المائده که الله سبحانه و تعالی گفته با یهود و نصارا دوستی نکنین، هر کسی با یهود و نصارا دوستی کرد یکی از اونها است. آیا بن سلیمان با کفار حربی با آمریکا دوستی نکرده؟ آیا جایز است یک مسلمان با کفار حربی دوستی کنه؟ برادر محترم، ولی گرفتن که در سوره مائده که الله سبحانه و تعالی بحث میکنه در اینجا این است که تو حاکم کافر رو بیار بر سر مسلمان ها حاکم بکن، دین و شریعت اسلام را زیر پای بکن، قوانین کفری رو در یک مملکت اجرا بکن. این است ولایت کفار. اصلا ولایت رو شما میفهمید معنیش یعنی چی؟ سبحان الله. ولایت معنیش چی است؟ ولایت معنیش چی است؟ دوست عزیز یک لحظه، الان شما یک دفعه از طالبا پریدید به عربستان. مسئله ما مسئله عربستان نیست، کل کشورهای اسلامی. الان یک لحظه دوست عزیز، دوستش قطع نمیشه، زانی سنسار نمیشه، 40 میلیون از آمریکا میگیره هفته ای. حکومت طالبان معلوم دار است که بابا جان حکومت طالبان اگر از آمریکا پول میگیره، شما در زیر سایه صلیب زندگی میکنید، شما ولایت صلیب رو قبول کردید. اگر شما امضا نمیکردید که قوانین هالند را قبول کردن، به شما پاسپورت میداد؟ هیچ وقت قبول نکردیم. با ما همیشه پشت یک دولت اسلامی پس تقیه کردید. پس وقتی که پاسپورت هالند گرفتی تقیه کردی، پس دروغ گفتی با حکومت هالند. با وحدانیت الله قسم نگرفتیم، نمیگیریم. پاسپورت کدام کشور داری خی؟ امیال پاسپورت کدام کشور داری؟ ما مجبور شدم به خاطر یعنی طالبان از افغانستان فرار کنیم. پاسپورت کدام کشور داری؟ پاسپورت کدام کشور داری در سر جیب دلال؟ با وحدانیت الله قسم که ندارم، لعنت الله و ملائکه بر کسی باشه دروغ بگن ندارم. چه رقم رفتی با اروپا خی؟ چه رقم رفتی با اروپا؟ دروغ گفتی رفتی کجا بریم؟ با چی رفتی؟ کجا بریم؟ با پاسپورت نرفتی، با چی رفتی؟ با پاسپورت. آقای محترم شما یک لحظه جواب سوال من رو بده. شما از مریخ رفتی به اروپا یا از کدام کشور رفتی با اروپا؟ پاسپورت نداشتی، با چی رفتی؟ قاچاقی رفتیم. چگونه میرفتیم؟ قاچاقی رفتی؟ همین قاچاقی رفتنت به اروپا، همین قاچاقی رفتنت به آمریکا به کدام دین و مذهب جایز است؟ اصلا در اسلام هیچ پاسپورت لازم نیست. در کشورهای اسلامی نباید پاسپورت. آیا اینو میدانی که یک مسلمان اگر قانون اسلامی باشه یک لحظه پاسپورت به کشور اسلامی جایز نیست، شما به کشور اروپایی رفتی. خداوند گفته که یک لحظه دوست عزیز خداوند گفته که هجرت کنید، به کشور اسلامی هجرت بکنید، نگفته با اروپا هجرت بکنید. استاد محترم، همین یک چیز سوال میکنم. اگر مرد هستی واقعا همین اردوغان مسلمان است، کفری از اینم ثابت. بابا جان تو چرا از این شاخه به این شاخه میپری؟ یک دقیقه بن سلمان، یک دقیقه اردوغان. آقای محترم تو جواب سوال من رو بده. تویی که مسلمان هستی تو هجرت باید بکنی به یک سرزمین اسلامی. اگر سرزمین اسلامی که نبود، یک لحظه، سرزمین اسلامی که نبود، یک لا حول ولا قوة الا بالله. خب به خاطر همین است، چون این فکر شما که دارید این فکر استخباراتی غرب است، همین فکر اونا میخوان. به خاطر همین شما را جای داده که از شما بهتر کی میتواند به غرب به کفار خدمت بکند با این فکری که دارید. آقای محترم خداوند در قرآن گفته که
تو ما رو تکثیر میکنی بدون من میگم آقای محترم، برادر عزیز تکفیری، شما کل مسلمانای دنیا را تکفیر میکنید. میگین اردوغان کافر است، میگید بن سلمان کافر است، میگید این کافر است. یک لحظه شما از افغانستان به اروپا هجرت کردید، درست است؟ من زمین و آسمانم مالک الله میدارم، هر جای دلم بخوایم میرم زندگی. در کجای قرآن گفته که شما به کشور کفری هجرت بکنید؟ در کجای قرآن گفته که شما به کشور کفری هجرت بکنید؟ آیا صحابه ها در هجرت نکرد اسمش آیا ربان برادر محترم، برای من جواب بده که رسول الله صلی الله علیه و سلم یا الله متعال در کجا گفته که ای مسلمان؟ در حبشه صحابه ها نرفتن هجرت کردن؟ برادر محترم، در پادشاه حبشه، یک لحظه گوش و گپ سوال میکنی جواب گوش کو، خال مقال نکو. برادر محترم، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که هیچ سرزمین اسلامی نبود، مهاجرین رو گفتن که به حبشه هجرت کنید، در آنجا پادشاه عادل است. وانگهی مگر نجاشی مسلمان نشده بود؟ مگر حدیث صریح از پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد اینکه نجاشی مسلمان بود نداریم؟ سیانمایی نکن، مردم رو فریب نده برادر عزیز. بعد از اینکه پیامبر به مدینه رفتن، مگر نگفتن که مهاجرین همه بیان به مدینه بیان، بعد از این هجرت نیست؟ به رسول الله تهمت نبند. من میگم که برای رفتن خودت به یک کشور کفری در زیر بیرق صلیب، اگر تو در وارد مرز هالند شدی، آلمان شدی، اگر اونجا اوراقشان را امضا نمی کردی، به تو اجازه میدادن که در کمپ مهاجرین بری در اونجا زندگی بکنی، یا به تو یک پاسپورت موقت، ورق موقت بتن که تو در اونجا باشی؟ خدا میدونه چه دروغای، یک لحظه، خدا میدونه چه دروغای در اونجا گفتین که شما را راه دادن که والله طالبا ما را میکشتن، طالبا ما را پوست میکندن، فلان میکردن. این دروغ به خودت هست، پشتی ما تاپه میبندی، اجازه باید مدخلی و مرجع ایادتش هست، فقط خودش. سوال منو جواب بده برادر. دلیل از قرآن و سنت برای اجرت به بلاد کفر بیاره دلیل. دلیل از قرآن و سنت برای هجرت خود. تو به ما کاری نداشته باش. در نظر شما که ما کافر هستیم، مرتد هستیم، شما خودت که دوست عزیز، برادر مسلمان، برادر تکفیری، برادر داعشی، شما که رفتی در بلاد کفر هجرت کردی، من میگم دلیل از قرآن و سنت بیار. به نظر من که به نظر شما که من کافر و مرتد هستم دیگه دلیل نمیخواد. شما برای کار خودت دلیل بیار. ثابت شد مؤمن و مسلمان، ما تکفیرت میگه تو یک کافر مرتد هستی. به خاطر چی؟ تشکر برادر. تشکر. دوستان عزیز ببینید، یا ایها الناس، جوانان مسلمان ببینید، اینا هستن که امروز در زیر سایه صلیب نشستن، در کشورهای غرب نشستن، کل کشورهای اسلامی را میگن کافر هستن، طاغوت هستن، مرتد هستن. این عقیده است. بله حکومتش کفری است. بله حکومت صدای مرداری؟ بله صدای تو را الحمدلله همه مسلمان ها با چهرهای شما آشنا شدن، میشناسنتون. همین حکومت طالبان حکومت اسلامی است. از وطن خود ما صحبت کنیم، ما بریم افغانستان زندگی. تو چرا رفتی چپ و راست رفتی؟ چرا رفتی ترکیه و سعودی و اونجا رفتی؟ بیا در مورد افغانستان صحبت بکنیم. یا این در مورد افغانستان صحبت میکنیم. بسم الله. در مورد افغانستان، شماها در 20 سال حکومت جمهوری که 40 کشور غربی در اونجا بود، چرا صدای شما وقت در نمی آمد که در افغانستان کفر است، در افغانستان اشغال شده؟ کجا بودین در وقت؟ کدام چینل تلویزیون، کدام شبکه تلویزیونی ما داشتیم؟ طلوع از ما بود که اعلان میکردیم، یا آریانا از ما؟ برادر یک لحظه امیالی 100 تا صفحه در یوتیوب دارید صبح تا شام. صالح پردل کافر است، محمد انصاری کافر است، ایاز نیازی کافر است، مجیب الرحمن انصاری کافر است. مرد میشدین خو یک روز در همین کانالایتان، در همین کانالای یوتیوبتان، در همین کانالای فیسبوکتان که غرب برای شما گذاشته در اونجا در خدمتتان قرار داده، یک روز در همین کانالا در مورد کرزی صحبت کردین، در مورد اشرف غنی صحبت کردین، یک نفر جنرال امریکایی را در افغانستان ترور کردین، یک نفر وزیر کرزی و اشرف غنی را کشتین،
یک نفر قماندان امنیه و یک نفر ضابط اردوی ملی را کشتین. شما غیر از علما را کشتین. در 4-5 سال اخیر بیش از 1200 نفر از علما و دعوتگران افغانستان به دست همین شما و انسان‌های خبیث کشته شدند. بعد امروز میگی که در افغانستان حکومت طاغوت است. یک لحظه گوش کن. یک لحظه گوش کن. به چه دلیل امروز میگی که در افغانستان حکومت طاغوت است؟ به چه دلیل؟ یک عسکر امریکایی امروز در افغانستان هست؟ بذار اجازه بده، مگه مردی خو اجازه بده. سخنرانی به خاطر اولی که قانون اسلام تطبیق نمیشه، زانی زندان نمیشه، بیادر یقانی زنا کرد سنگسار نشد، دستش قطع نمیشه، با کفار عربی دوستی داره. کفار عربی کی از چاینا؟ در کجا گفته؟ یک لحظه قدم به قدم. در کجا گفته که اگر حکم زنا اجرا نشد حکومت طاغوت است؟ در کجا گفته که اگر حکم دزدی اجرا نشد حکومت طاغوت است؟ رسول الله گفت زانی باید سزا. رسول الله نگفت که فاطمه دخترم توته بدن و اگر دزدی کنه دست قطع میکنم، نگفت؟ گفت اما یک لحظه سوال کردی جواب گوش کن. من میگم سوال مرا با سوال جواب نده. در کجا گفته که اگر کسی دزدی کرد دستش قطع نشد آن حکومت طاغوت است؟ یک دلیل بیار برای من. سبحان الله، خیلی کی گفت دستش قطع کو؟ اینه رد کو تو. اینه با کی گفته؟ طالبان رد کردن؟ رد کردن؟ حضرت عمر 1 سال کامل حکم قطع دست را در مدینه متوقف کرد. خیلی به نظر شما حضرت عمر هم کافر است؟ نه طالبان 2 سال حکومتشان است. در 2 سال حکومت یک لحظه ببین گوش کو. فقط همین تو موترای اتوماتیک بری گیر بدل میکنی میری گپ. گوش کو برادر، من میگم که یک دلیل بیار که اگر یک حکومتی احکام شریعت را مانند دست قطع کردن، مانند سنگسار کردن را اگر اجرا نکرد این حکومت کفری است. یک دلیل بیار. میگم یک دلیل بیار از قرآن که اگر حکومتی احکامی مانند دست قطع کردن، سنگسار کردن را اجرا نکرد این حکومت کفری است. یک دلیل بیار. خدا لودی احمق. بابا جان من تو سوال میکنم تو برای از من سوال میکنه که حلال خدا و حرام خدا. میگم یک حکومتی اگر امین احکام شریعت را اجرا نکرد آیا این حکومت کفری است؟ خب خیلی راحت، یا بله یا خیر. این یک نمونه این احمقای داعشی است که امروز رفته در زیر پرچم صلیب زندگی میکنه، بعد از اون میگه در افغانستان حکومت کفری است و در فلان جای اینطوری است. بینندگان گرامی، فریب این جماعت احمق را نخورید. والله غیر از خدمت به استخبارات کشورهای غربی دیگر هیچ کاری دیگری از اینها بر نمیاد.